سبحان الله بحمده. یا طرف راته بچم، یا طرف راته بیا بیا شب جاتان نشینه بچم جان نشینه بیا. السلام علیکم. شما جاتان نشینه بچم، هر کس جاتان نشینه. رئیس بیا بچم شین. میکروفون ته رئیس است. شینه بچم شینه. گپ من همه تون شینه. من از هیچ کدام تان راضی نیستم که اگر یکی بیادو بکنه. همه تون جاتون شینه تان بچم. شینه بچم من. Naksine. خوب اینجا رئیس ناحیه آمده است. این نماینده جناب عالی است. گوش کنید همچنان. شما یادم صبر کنید چیا؟ هیچی از دست اینا نمیبینم. من تیار هستم با قربانی شدن وقتی که اینا میخوام. اگر سید مکرم میخواه من برو حبس کند، من تیارم به حبس کنم. شما خاموش هستی. شما یادم خاموش هستی. رئیس گپ همکاران عزیز، میلیسیا من ممکنه که عصبش برام باشد بگیرین آخیمونه. همکاران عزیز، برادرها، خواهش میکنم هیچ کس حبس کردنی نیست. من کفیل امروزه حقوق شما هستم همچون نماینده پرزیدنت. خب کنید یک مرتبه همه خیل کردیم. بس التماس من اون نفری هستم که نماینده پرزیدنت شما هستم. همکاران عزیز، یگان نفر بدون قانون‌های امروزه، بدون کانستیتوسیایی که حقوق‌های ما را اعتراف میکند و حفظ میکند رفتار کردنی نیست. امروز ما برای اون آمدیم که مثال دمروی کلان نماز یگان فکر و عقیده دیگر گپ زنیم. دیگر نفرهایی که اینجا با ابروی نفوذ تمام جمهوری دارند یگان فکر و دیگر اندیشه کنیم. شنید شما همتون شنید. برای امینم ما برای او آمدیم که با شما یک بار واخری کنیم. وقت تنگ است برای امینم سخن با مفتی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالقادرov داده می شود. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
برادران اهل اسلام، نمازگزاران محترم، حاضرین گرامی، البته ما و شما همه مهمان خدا هستیم. ما در خانه خدا هستیم و مهمان باید آداب مهمانداری را رعایت کند و مسجد جای بلند صدا کردن و بد گفتن و لعنت گفتن نیست. مسجد جای آداب و اخلاق است. اگر صورتی که آداب مسجد رعایت شود، البته مهماندار عزت مهمان میکند. اگر در صورتی که آداب مسجد رعایت نشود و مهمان آداب خود قدر خود را نداند، البته خداوند اون را قدر نمیکند. برای همین باید بدانیم که ما در خانه خداوند قرار داریم و خداوند همیشه حاضر و ناظر و آگاه از احوال و از قلب و از زبان و از رفتار و کردار ما و شما هست. و همین خاطر بسیار من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان از همه شما خواهش میکنم، هیچ کسی رو ضرر رساندنی نیست، هیچ کسی رو آزار دادنی نیست، هیچ کس دشمنی کسی نیست. ما همه مسلمان هستیم، ما همه برادر هستیم، ما همه یکدیگر رو دوست می‌داریم، ما همه باید یکدیگر رو دوست بداریم. خداوند عز و جل میگوید استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همه برادر هستند. مادامی که ما و شما اعتقاد داریم و ایمان داریم و میگوییم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، مادامی که این کلمه ها را میگوییم به زبان و تصدیق میکنیم به قلب و عمل میکنیم، ما همه برادر هستیم. و پیغمبر علیه الصلاة والسلام میگوید والذی نفسی بیده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. پیغمبر علیه السلام در این حدیث میگوید هرگز داخل جنت شدن نمیتوانید تا زمانی که ایمان نداشته باشید و ایمان شما قبول نیست تا زمانی که اگر یکدیگر را دوست ندارید، احترام نگذارید و قدر نگذارید. برادران عزیز، از یکدیگر قدر ندانید ما پیشپا خوردیم و تا به حال اون خونهایی که ریخت خشک نشده است در پیش چشم ما و شما بود هست و دیار هست میبینیم. فراموش نکنیم. خداوند عز و جل بارها تأکید میکند افلا تعقلون، استعیذ بالله، افلا تعقلون، افلا تنظرون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، افلا ینظرون. بمانند این کلمه ها ما را تشجیع و ترغیب میکند. میگوید آیا شما رو من به شما عقل دادم؟ این عقل همه ما و شما اعتراف داریم که این بهترین نعمت خداوندی است و انسان با عقلش از دیگر مخلوقات و حیوانات فرق میکند. این عقل است که انسان از دیگر رو فرق میکنند. میگوید من به شما عقل دادم، آیا این عقل رو استفاده نمیکنید؟ آیا شما اندیشه نمیکنید که این سخن و این رفتار و گفتار شما آیا شما رو وادار نمیکند؟ برادران عزیز، ما در مسجد هستیم. برادران عزیز، برادران اهل اسلام، برادران اهل اسلام، برادر عزیز احترام بگذارید. من اینجا علما هستم، علما هستم. مسجد از خانه خدا است. برادران عزیز، فراموش برادر عزیز، آرام باشید. هیچ گپ نیست، هیچ خبری نیست. برادران، همجوران عزیز چی ندوخه؟ خواهش میکنم
ما باز یک مراتبه دیگر گپ میزنم که یگان نفر نسبت یگان نفر دیگر خصومتی ندارد اینجا. من یکم مراتبه قدی شما واخورده ایستادم، یکم مراتبه واخوردم. برای امینم برادرها ایستید. خاموش باشه چم گوش کنیتان بچه های خوشی شما خاموش باشه شما خاموش باشه رئیس میبخشه رئیس من شما رو به احترام نمیکنم شما اگر گپ زنه بچه های خواهد من از شما آب میکنم بازم میگم شما خاموش باشه من سبب اشان مفتی آمدن شب کنم اینجا نه ولی صاحب به کار میرد نه کگبه به کار میرد نه دیگر من نمیخوام که برای من شده شما ضرب کنید یا حکومت دارا اگه اینا شرمنده ها که خوشان دنیا رو شرمنده کردن بس کنید بچه های خوشرو سبب این مفتی را ناموسش چیست؟ در روز در خانه اکای حاتم روز شنبه گذاشته ما یک محفل داشتیم خاموش باشه من گفتم شما شنوید خاموش باشه محفل بود شما خاموش باشه شما رئیس من پرسیده می آمدی بعد وقتی احمق بودم رئیس شورای شما استغفر الله بچه خاموش باشه یه دو خاموش باشه روز شنبه گذشته بود خوب ما خانه اکای حاتم رفتیم یک جشن آرام بود من درباره محرم که سری سال نوی هجری بود صحبت داشتم و در آخر صحبت فقط برای شهادت حضرت امام حسین سه دن صحبت کردم و این ایشان گرفتن یک دروغ در پای شیعه‌های برادرها بستند که گویا در محفل حسینیه که کربلا 2 میلیون آدم شرکت میکنه گفت که در محفل عاشورای اونها هر شرکت کننده $100 میدادیان با حتی قسم خانشی هم کرد خب من قسم ایشان باور میکنم زیرا این مسلمان است در سرش صلی و صحیف یا اون صلی که در سرش زیرا که پیغمبر خدا گفتن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع من خیلی افسوس میکنم که در خانه خدا در این منبر رسول اکرم خیلی بی آدابی شد خاموش باشه بچه های خوب خاموش باشه بشم خوب ایشان گفتن با ایشان اجازت من در صحبت کنم خوب صحبت کردن و دروغ شروع کردم من گفتم طاقت نکردم عادتا من طاقتی شنیدن دروغ ندارم گفتم ایشان مفتی همین گپ دروغ است نگو قسم من خور نگو گفتم ایشان مفتی شما میکنید تو در این گپ در دیگه موضوع با کاردار شدن خوب با کل حزبین به ما لدیهم فریحون تفسیر کردن با تحفیر خوشم نخواستگیشم کتی آخر گپ ما همه قشد که موضوع شما اگر ناموسی اسلامی می داشته شما اگر رفت و ناموسی مذهبی می داشته همون روزی که قانون حکومت درباره منع جوانای تا 18 ساله برآمد تو همون روز وظیفه مفتگی تو می سپاریدی میگویی من این آر به خودم تا قیامت قبول نمیکنم همین قدر شد دیگه اینا خاموش شد من خاموش شدیم خوب در باب عقیده با صحبت کردیم همین خیلی پراکنده شد رفتیم شورای علما رو دعوت کردیم اولش که شورای علما برای من قدر ندارد من از خدا میترسم گوش کنید بچه‌ها گوش کنید دویم که در شورای علما داملا محمدی شرکت نداشت تلفنی به من صحبت که حضرت ایشان میبخشید نام من نوشتن من هزار از او شورا هم بیزار هستم از او قرار قبول کردگیشان هم بیزار هستم ایشان علامه هم خوب گوش کنید بچه‌های عزیز خوب ما 50 سال است من با مکرم میگم برای من دیگه مفتی نیست من برای مکرمه که 50 سال از خاندان ما عاشورا میکنن در زمانی که شوروی حکومت سوویتی بود حضرت قبلگاه ما در یک جمعه ماه محرم از معدنی حال حضرت امام حسین میخواندن اشک میریختن 20 ساله از سال 98 من آمدم شما که عاشورا دارم 3 ساله که در اداره قاضیات بود ماه محرم درباره تاریخ حسین من صحبت میکردم برای که اونجا اختلاف پیدا نشد و عداوت پیدا نشد امروز مکرم عاشورا را سبب اختلاف دانست برای چی؟
فکر خلق کنیم. من از شما میدانم که شما برای من همه کار تیار هستید. یکی شما اگر یه حرکتی بیجا کنه والله خدای من از شما بیزار است. من از شما بیزارم. خاموش باشه. خوب اکی حرمت کرده آمد یار. اولش که رئیس ناحیه نمی آمد. اگر رفت مسجد ما رو محکم کنش در کار میشه. من خودم الان اعلام میکردم که از همین روز مسجد ما بسته است. اگر رفتنی من در کار میبود منو فیراد میکرد همون نامرد مکرم فیراد میکرد میگو باهایشان اگر شما رو حکومت راضی نیست امامتان در وی جنجال سپاره من نمیامدم. لیکن بازم میگم حکومت دارای محترم ما اعلام میکنم این مسجد ما اند بستنش راضی هستیم. دیگر کسی نمیمونه خطیب شود 5 وقتش میکنیم نماز آرام میخونیم. لیکن بازم اعلام میکنم من تا امروز گوش کنیم بچهای خوشنون 2 سال است که جناب عالی رو ما تا 20 سال بود ما حرمت میکردیم. همیشه در حق جناب عالی همین منبر من دعا میکردم. شما هستید همین دیروز در روز عاشورا در حق جناب عالی دعا کردم. مانند مکرم بار افلاسا در اطراف رئیس جمهور جمع شدن بیچاره رئیس جمهور بیاروب کرد همینها مشورت دادن روی مال دخترای ما رو گرفتن. همینها مشورت دادن بچه های ما رو از مسجد. امروز نسبت رئیس جمهور در دل مردم شبه پیدا شد. نسبت رئیس نباشه همین ما رئیس جمهور رو دوست می داشته. هیچگاه عاشورا سبب اختلاف نیست. عاشورا والله سبب وحدت است. عاشورا سبب پیدایش محبت است. تمام فقهای ما من به مکرم سوال میدم عبدالرحمن جامی در هفتارنگ عاشورا رو گفتگی است. امام حضرت شافعی را بچه‌های خوب کنی اکنون من نمیخواستم همین گپ بگم اکنون خودش آمد اون رو پروی خودش گم این اگر علم داشته باشد با من از روی علم بحث کند. عبدالرحمن جامی چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی رو گوش کنید چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی میگوید حق در آنجا به دست حیدر بود جنگ با او خطا و منکر بود. مگر عبدالرحمن جامی شیعه شد؟ مگر عبدالرحمن جامی از مذهب حنیفی برآمد؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه اشعارش نوشت ما برای محفل عاشورا میکرد. آلی در بیانیه دینش من خواندم گویا در سمرقند و بخارا در هیچ جا عاشورا این دروغ میگه والله در تمام خاندان تاجیکا واقعی حضرت امام حسین میخواندن. ما خوب میدانم حضرت حاجی نامه استاد ما بود در ماه محرم رفتم نورالابصار خواند ایستاده است. بالای حضرت چشماشان پری آب دیده بود. حضرت آینکشان نگرفتن گفتن نورالدین گفتن نورالدین گفتن اگر من به جای معاویه میشدم سگ خاندان پیغمبر از خود بالا من گوش کن بار دیگه میگه این سید نیست. اگر این سید نشد خونش برای حسین نجوشید. این جهود است نه سید. بچه های کشت وقتی ازام میگن جمعه میخوانیم همه تو خدا نگاه برو ایره بیتون. شیلاب مهمانا میروان همه شیلاب مهمانا میروان خیب مهمانا را بکشه فقط رئیس ناحیه دو سخن میگوید شینتون مهمانا رفتن رئیس ناحیه خواهش میکنیم احترام کنه شینه رئیس ناحیه صحبت میکنن. همجوران عزیز یک لحظه من همچون رئیس ناحیه همین خیل برآمده رفتن نمیتونم. گوش کنید یک لحظه گوش کنید تو برادرم همین معمایی که شد در بین این بحثی علمی هست.
گوش کنید بچه‌ها من همچون رئیس نوحیه خیال نکنید شما که ما اومدیم و مسجد میبندیم و هوکازو تو همین معما حل نشود یگان کس یگان کار کردن نمیتونه. ما روزی گذشته حاجی اکبر توراجانزاده خطی صحبت 2 ساعته داشتیم راه حل همین معما رو یافتنی هستیم. ما مصلحت کردیم که حاجی اکبر توراجانزاده با رئیس جمهور وام میخرد که همین نافهمی ها رو ما باید از بین بریم. کی هستن شما و کی هستن ما و کی هستن توراجانزاده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فردی همین جامعه هستم همین فرزندی همین دیار هستم. من نمیخواهم که یک مسجد بسته شود. ما صحبت کردیم با دوملوی محترم صحبت کردیم که باز 10 تا مسجدی که در اونجا نماز جمعه گذرانیده می شود اجازت بتین ما 10 تا مسجد دیگر اجازت میتید. امروز در 14 نقطه نماز جمعه برگزار گشته شده است. باز 10 تا دیگر 24 تا مسجد باز ما اجازت میتیم نماز جمعه را بگذرانیم. این باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این معما است. معما یک چیزی سربسته است. این معما را ما حل کردن نمیتونه برای که از علم دین دورتر هستیم. برای من خواهش کردم و یک مسئله معین اومده که توراجانزاده اکبر با رئیس جمهور و میخرد میفهماند میره همین همش برطرف میشود. اساس همه کارا تینجو و آرامی هست برادران. یک دیگر فهمی هست. ننگ ناموس هست. خواهش میکنم من همچون دشمن شما از اینجا برآمدن رفتنی نیستم. مرگی ما برسد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی خواهش میکنم شینید. خواهش میکنم صحبت من گوش کنید. آنچه رئیس گفتن درست است. ما دیروز صحبت داشتیم. درست است که این بحث در همون خاندان بحث علمی بود. اما باز میگویم من باید مسئولیت از گردن برادر بزرگوارم از گردن خودمون آزاد کنیم که فتنه را ما نانداختیم. از سال 60 همین مراسم در خاندان ما بود. هیچ وقت باعث فتنه نشد. تا سالی که من قاضی بودم در مجلس مسجد مرکزی هم در ماه محرم همین خیلی مراسم بود. بعد آمدن من باز همین مراسم بود. 12 نواری 12 سال گذشته من فردا نزد رئیس جمهور میبرم نشان میتیم که همین 12 سال ده یگان نفر در تاجیکستان بود که از بد گفتن در حق یزید ناراحت شده باشد. یزید حاکمی بود که خوش خلیفه مسلمان ها اعلان کرده سپارش وی خدی حضرت امام حسین 72 نفر برادراش و فرزنداش حتی فرزندای 1 ساله 2 سالش کشت. تاریخ تبری 1000 سال پیش نوشته شده است. فرزند ما و شما هست از بخارا هست صاحب تفسیر تبری تاریخ تبری 1000 سال پیش گره دیروز در امروز نیوز اقتباس از همون تاریخ تبری هست که در همونجا آمدگی است خلیفه سفارش میتید که بکشید با تمام آیلش سرشون ببرید به سوی ما بیارید بالای جسداشون اسبا رو با اسبا اسدغونی کنید. یعنی همین جنایت شد. این جنایتی تاریخی است. ما همچون علم همچون معلومات به جوانها میگوییم تا که از دشمنان نشنوند و از خود ما شنوند علماها شنوند. این برای فرهنگ. شیعه ها ما با مذهب اونا کار نداریم. شیعه ها روز دهم یعنی روز سه‌شنبه گذشته عاشوراشون بود. ما روز جمعه روز 6 ماه محرم یاد بود گذراندیم. همین 5 دقیقه درباره حسین بود. باقی ماندگی صحبت درباره زین العابدین بود. پسر حسین یگانه فرزندش که نجات یافت تا امروز همه سیدزاده ها از همون بچهش ریشه همون بچهش هستند. چی سیدزاده در افریقا و در عربستان و در تاجیکستان خصوصا شکر کلاب ما بسیار سیدزاده زیاد داره از جمله سید مکرم خوش سیدزاده میگیرن. خب چرا یگام نفر در تاجیکستان فرزندش یزید نام نمی کند؟ اگر یزید دوست می داشتن
بجز سید مکرم کسی یزید در تاجیکستان دوست نمی‌دارد. این حقیقتا که حکومتدارای ما فهمند، مسئول کمیته امنیتی ناحیه‌مون است داند. فتنه را سلفی ها انداختند. 3 سال پیش بر خاطر همین سلفی ها مقابل ما بودند، ما مبارزشون بردیم، الحمدلله حکومت فهمید و سلفی ها رو فعالیت چمن کرد. دادر همین سید مکرم با نامش خاطرم برآمد در یمن میخوام یه دیسک فرستاده بود که در همون دیسکش داملار حقارت‌های بسیار به خاطر یادبود حضرت امام حسین کرده بود. خب متاسفانه اینا بلا بچه‌ای بودن که نزد علمای تاجیکستان تحصیل نگرفتن، رفتن در اسلام آباد دانشگاه بین المللی اسلامی خواندن. دانشگاه بین المللی اسلامی با پول عربستان سعودی ساخته شده است، با پول وی فعالیت میکند. من از سال 89 تا سال 99 حتی 1 سالی که معاون اولی سروزیر بودم اعضای تأسیسی همین دانشگاه بین المللی بودم. 9 نفر اعضا داشت، رئیس پرزیدنت پاکستان رئیسش، وزیر مالیه و وزیر تربیه عربستان سعودی اعضاها خواه از کویت و دیگران، ما از تاجیکستان بودیم و پرزیدنت محترم با اجازه خودش همون کماندیروشنی حجت آمد در دست من هست، دعوتنامه دانشگاه در من و امضای پرزیدنت من رفته بودم. بعد برآمدم یک دانشگاه بین المللی اسلام آباد عقیده سلفی هست، عقیده وهابی است. این بنده های خدا عیب اینا نیست، اینها نه مذهبی حنفی رو میدانند نه عقیده ماتریدی رو میدانند که ما مذهبی ها حنفی ها در مذهبی عقیده ماتریدی هستیم. اینا اصلا اینا رو نمیدانند. از همین خاطر کلاسیکامون رو نخواندن، از رودکی سر کرده تا جامی تا مولانای رومی تا اقبال تا سید قلندرشاه که قبرش در همین راحتی از تاجیک خمانه است، داستان ها دارن در وصف شهادتی مولانا یعقوب چرخی که در مولانا یعقوب چرخی زیارت شد. همشان همین حادثه را در کتاباشون ذکر کردن، در همه کتابای اهل سنت ذکر شده. آیا ذکر کردن همین نخواه باعثی اختلاف شود؟ من سوال میتونم شما مسئولین دولتی که چرا از 12 سال یکم کس ناراضگی نکرد؟ این سال شورای علما خست ما رو شیعه اعلان کرد. ما الحمدلله مسلمان و حنفی هستیم، شیعه ها را همچون برادر مسلمان خود حرمت میکنیم، لکن تاجیکی که شیعه شود از دیدارش بذاریم، همچنین تاجیکی که سلفی است از دیدارش بذار هستیم. و مکرم سلفی هست، ما این با حجت ها حاضر. قرار شورای علما برآمدگیشان قلبکی است. من دیروز به رئیس گفتم همون آدمای ذکر کردن یکم تاش خبر ندارن از متن قرار. ما سود بدادیم، انشاءالله در سود این همچون کسی اغواگر، کسی که حجت پدل که کردگی است نشان میتیم. اما متاسفانه در کمیته امنیتمون در بعضی حکومتداران خش و تبار دارد، با وسیع اونها همین کار کردن. همین قرار شده تمامی مسجدهای رسپوبلیک ده، نه نماینده های حکومت، کارگرای کمیته امنیت برده امام دادن. امروز جمعه همین میخوانی، ویدیو دو صورت میگیری، پگه آورده حسابات میتهی، حسابات نتهی از کار دفع میشوی. مگر کمیته امنیت ملی با همین طریق امنیتی تاجیکستان رو تامین میکند؟ حیف است به همین کمیته امنیت ملی. امنیت ملی کشور رو تامین کند، نه پشتی از سلفی و وهابی رو گیرد. لیکن با وجود این از رنجه کردن قدمات من تشکر میکنم. ما این مسئله رو تا اخیر میبرم، با رئیس جمهور ملاقات میکنم، سودبازی میکنیم. ما سلفی شیعه نبودین خود اثبات میکنیم. همه شما میدونید ما شیعه نیستیم. دوست داشتن حسین شیعگی نیست. در تاجیکستان شاید صدها هزار حسین و حسن است، مگر شیعه هست همونا؟ لیکن هیچ کس یزید نیست. از کثافتی یزید نام پدرشون صحابی بزرگوار حضرت معاویه، یکم تاجیک به نام معاویه میدونید. اما بلال هست، بلال حبشی. اما سعد هست، اما سلمان هست، ابوبکر و عمر هست. چوبه معاویه نیست؟ از کثافتی بچهش یکم تاجیک ناز نمیبیند. صحابه معصوم نیست، لیکن با وجود این زبانی ما سوزد که در حق حضرت معاویه سخنی ناجا گوییم. از شما خواهش میکنیم خفه نشوید.
ما همه گونه جوابگری دا آماده هستیم، لکن این مردم آزار نتیان و از شما هم خواهش میکنیم که برای آرامی کشورمون همچون مردمی که چشمتون احتیاطش کنین، کشورمون ناآرامیش به راه نتیتون، چون که فتنه‌گرهای پیدا میشن، فتنه میکنن، میخوان بد به نام شما و ما زنن. ما کشورمون رو دوست میداریم. یک بار چنین واقعه شد، خدا هرگز دیگه این واقعه رو نشان ندهد. در داخل همین مسجد قسم یاد میکنیم که ما هرگز نمیگذاریم در تاجیکستان فتنه شود، ما هرگز نمیگذاریم در تاجیکستان ناآرامی شود. یک خواهش داریم، ما رو مون چخلی که هستیم همون خیلی زندگی کنیم. این حق کنستیتوسیونی ماست، حق یک صاحب وطن است. ما این وطنی ماست، کجا رویم؟ ما میخوام همین خیلی زندگی کنیم، چرا نمیمونیدم که زندگی کنیم؟ سلامت باشید. همجوران عزیز، همجوران عزیز، برادرها، یک لحظه گوش کنه، یک لحظه گوش کنه. باز یک مراتبه دیگر تکرار میکنم که من همچون رئیس شهر نمیگذارم که نسبت یک شهروند شهر وحدت بدون همه قانون ها رفتار بکنند. برای همین هم من همینجا آمدم. سبب آمدن من مهمانان پیش آوردن برای که من خدمتچی دولتی هستیم. مهمونی که آمد حرمت و عزت و وقتی ما آمدیم اینجا باز یک بار دیگر تکرار میکنم که واخوری تورا جانزاده اکبر با سرور دولت شود، همین معما از بین میره. همین چخیلی که نمازگزاری بود در دهه وحدت آباد، همون خیلی نمازگزاری ادامه میکنه. یگان نفر مسجد رو غیر از قانون بستنی نیست و نمیبنده. مقصد اساسی ما هم همین نبود. من درست بفهمیتون. سلامت باشیدون. مرحمت نماز خونی کنید. سلامت باشید. همین تراس. این تراس رای خوبه. خمال مردمی تمام تاجیکستان حضور دارن. مردمی تاجیکستان سلامت باشید. الحمد لله المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين بفضل الله، وعلى الإمامين الهمامين الشمسين القمرين والنورين النيرين، عين النور ونور حدقة سيد الثقلين، هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة،
أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين. أيها الناس، ذهبت الأعمار والصحائف بالذنوب سود، وجاء أوان الارتحال من سعة الدنيا إلى ضيق النحود. أتظنون أن زمانكم الماضي إليكم يعود، أم تتوهمون أن لا رجوع إلى الله ولا ورود، أم تتيقنون هذه الدنيا هي دار الخلود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن، ونفعنا وإياكم بما فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرورنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين واقطع دابرهم. اللهم يا جبار، يا قهار، يا ذا البطش الشديد، دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام والمسلمين فسلط عليه سيف انتقامك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. آمين آمين يا رب العالمين. عزیزان من، عاشقان مدرسه محمدی، خیلی جای تعصف است که سوره مبارکی عمه آیه های او با پایان نرسیده، به جای وعدمان محفلمان ویران شد. خداوند شما را به خاطر محبتتان اجر دهد و انشاءالله من این سوره مبارکه را برای شما عاشقان مدرسه محمدی و شنوندگان فیتها و
سایت اینترنتی این سوره مبارکه را تا آخر ترجمه و تفسیر میکنم. اگر به شرط این مسجد هم که بندن و این محراب هم که از من گیرن، انشاءالله واسطه های دیگر هست، باز اینترنت هست، باز ویدیو هست، باز تلفن ها هست، با شما این آیه مبارکه را تا آخر و این سوره را میرسانم. لیکن از همه شما خواهش میکنم که در این اختلاف و فتنه که این مکرم برپا کرد، رئیس جمهور عیب ندارد، حکومت عیب ندارد، شما از حکومتدارای محترم خصوصا رئیس ناحیه ما و از رئیس جمهور هیچگاه بدگمان و بددل نشوید. اونها غمخوار ما و شما هستند، اونها پشتبان ما و شما. این فتنه است که به خاطر ناموسش این مکرم خواست ایجاد کند، خواست عائله ما رو بی‌آبرو کند. اما بازم من خطاب میکنم هم به رئیس جمهور، هم به همه حکومتدارا، هم به شورای علما، هم به تمام مسلمانان تاجیکستان که ما این عزت از خدا میدانیم، ما این حرمت از خدا میدانیم. ایبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جمیعا. ما از خدا میدانیم. بنابر همین خواهش میکنم که هرگز به ترتیبی بدگمانی در حق رئیس جمهور و حکومت ما بچهای عزیز راه ندیدن. خدا همتون نگه دارد. انشاءالله این منبر پیغمبر خدا همیشه هست. ببینه در یک زمان کوتاه جای مکرم ده چند آدم گذشت. انشاءالله این مکرم هم خدا جوان مرگش میکنه و بزودی جاش خالی میکنه، مثل قاری امان و مثل قاضی داملا و مثل قاضی داملای کلانی جاشان خالی کرد میرن. اما این ملت، این مسجد ها با ما و شما میمونده انشاءالله. همتون نگه دارن. باری دیگر خواهش میکنم اگر ذره نسبت رئیس جمهور یا حکومت اگر سخنی در یگان جا گویه، من از همه شما راضی نیستم. ما باید وحدت ما نگه داریم، ما باید کشور ما دوست داریم، ما باید رئیس جمهور ما حرمت کنیم، ما باید در زیر بیرق وحدت ما جمع شویم، جمهوری ما آباد کنیم. ما این است. بچه های خوش رو خواهش میکنم خدا همتون نگه دارن، سلامتتون دارن. محمد یا رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله محمد.